پرسیدم از هلال که چرا قامتت خم است. پرسیدم از هلال که چرا قامتت خم است. گفتا خموش باش که ماه محرم است. از آب هم گلا مضایقه کردن کوفیان، خوش داشتند حرمت مهمان کربلا. شب امام حسن شبیه امام حسن غریب، شب قاسم ابن علی، شب عاشورا میگن امام همه رو آماده میکرد، میگفت که فردا تو چنین روزی همه مردامون شهید میشن. قاسم ابن علی به خود اجازه داد، گفت عمو جان سوالی ازت دارم عمو، آیا فردا من هم شهید میشم یا نه؟ گفت عمو به من بگو مرگ رو تو چگونه تفسیر میکنی؟ گفت عمو جان احلی من العسل، واجبه عربیش هست. گفت مرگ در مقابل من شیرین تر از عسله. من چطور ببینم عمو جان همه دارن شهید میشن؟ شد روز عاشورا، خواست بیاد از امام حسین اذن میدان بگیره، اومد جلو دست رو سینه گذاشت، گفت عمو جان اگه اجازه بدی منم میرم میدان. اومد از همه خداحافظی کرد. امام گوشه ای از عبای خودشو بست به پیشانی قاسم، اومد از عمو خداحافظی کرد، رسید پیش مادرش نجمه، گفت مادر جان اگر لایق بدونی میخوام دست تو ماچ کنم، چون نجمه شبش نامه امام حسن رو داد به امام حسین. دست مادرش نجمه رو بوسید، گفت مادر منت نهادی، مادر قربونت برم، غریب نوازی کردی مادر. نجمه برگشت گفت قاسم اگه میخوای خداحافظی کنی زود برو، اگه میخوای وارد میدان بشی زود برو، تا من گریه کنم شاید باعث بشم تأخیر کنی. قاسم وصیت پدرتو عمل کن، وصیت امام حسن مجتبی. یا حسن یا قاسم ابن الحسن. اومد رفت میدان، رجز خون،
گفت لشکر انا ابن الحسن المجتبی انا ابن الفاطمة الزهراء. رجز خون تا دورش گرفتن و جنگید. یه وقت دید امام حسین دید قاسم ابن علی از وسط میدون داره صدا میزد یا امی امو جانم امو جانم امو جانم امو جانم. امام خودشو رسون، امام حسین میگن رسون بالای سر قاسم. میگن امام اومد دید لشکر دور قاسمو گرفته. خدایا یک پای بر رکاب و یک دست بر کمر. حسین جان حسین جان مرکب سوار کوچک کربلا شدی، زهرا شدی، علی شدی و مصطفی شدی. وقتی عسل ز لعل لبت بوسه‌ای گرفت تنها سواره حسن مجتبی شدی. حسین جان حسین جان زره اندازه نشد پس کفنش را دادند. زره اندازه نشد پس کفنش را دادند. کمترین سهمی از سهم تنش را دادند. میگن امام کاملا بغلش گرفته بود، بغل کرد سینه قاسم و گذاشت رو سینه‌اش آورد تو خیمه. بی جهت نیست تماما بغلش کرده حسین. بعد 10 سال دوباره